سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. داخل این ویدیو قراره یه دونه ریسورس بهتون معرفی کنم که باهاش میتونید رقصیدن‌های جدید به سرورتون اضافه کنید. دنس‌های جدید در واقع. داخل گیم مود اول وقتی بزنیم اسلش دنس شروع میکنه به رقصیدن و اسلش دنس دو حالا این جدیده، البته فکر کنم دنس دو رو ریپلیس کرد، اصلا دنس دو نداشته باشیم داخل گیم مود اول خام. این جدیده. دنس 4 یه حالت دنس فورتنایت داره و دنس های جدیده خلاصه که حالا میرقصه. درست هم نیست، در ابهاتش نیست، ولی خب اینجوری میرقصه دیگه، چیکار کنیم. و دنس 9 این باله، این قشنگ، اینو دوست داشتم. دنس 10 کلی رقص داره، یعنی دنس های جدیده به بنازم به واو what the fuck. این خیلی خوب بود، این خیلی خوب بود. دنس 13 و فکر نمی‌کردم اینقدر دنس داشته باشه، ولی خب داخل این ریسورسش همونجوری که می‌بینید شروع میکنه به دنس اضافه کردن به گیم مودتون و کلی دنس‌های مختلفی داریم. این باحال، این بخوای مثلا جلو رفیقت بزنی حال میده. دنس 15 که بزنی، این دنس دیفالتشه. دنس 17 یه خلاصه تا دنس 15 داره، دنس‌های جدید که 15 هم از همش بهتره. خب برای اضافه کردنش بریم که داخل VPS بهتون توضیح بدم. اینجا من یه دونه فولدر دارم به اسم نوم انیمیشنز که انیمیشن هایی که به سرورم اضافه کردم و گذاشتم دسته‌بندی کردم واسه خودم. نوم مکانیک و نوم مدیک انیم و اینا واسه تقریبا فکشن ها هست و چیزای عادی. و یه دونه ریسورس داریم به اسم نوم نیو دنس انیم که اینو واسهتون داخل چنل دیسکورد میذارم. وقتی وارد سرور دیسکورد بازینون بشید، بخش دراپش واسهتون گذاشتم که میتونید قشنگ اینجا ریسورس های حتی ویدیو قبلی هم ببینید. بعد از این ویدیو واسهتون میذارم که حالا میتونید دانلودش کنید. بعد از دانلود کردن فایل وارد گیم مودتون میکنید، وارد ریسورس گیم مودتون میکنید. حالا من رفرش میکنم، رفرش و استارت میکنید. استارت 2 ساعت داشتم من استارت میکردم ریسورس رو، بعد از این طرف اسمش دنس انیمه گذاشتم، دوباره زده بودم دوستش هم اسم نیو دنس انیم و استارتش میکنید و فقط الان میگه استارته که اسش دنس 15 بزنید و از 1 شروع میکنه تا 15 تا دنس داره که همشون متفاوتن. خیلی ریسورس باحالیه، به همه سرورها پیشنهاد میکنم که اضافهش کنید، چون که خسته کننده از 5 6 تا دنس گیم مود اول خام نداره که زیادم جالب نیست. حرکت‌های نمایشی خیلی باحالی مثل اون دنس‌های جدید نمیزنه. مرسی که این ویدیو رو دیدید. حتما چنل بازینو و چنل اصلی منم سابسکرایب کنید. داخل دیسکورد بازینو هم جوین بشید. تا ویدیو بعدی، خدافظتون.